هات خانه کردی، در کردی، سر و لباسی قیمت کردی، تمام شرایط مهیا کردی. ها مردک با چی گپای؟ کاسه صبرم لبریز شد مردک. 100% دیدی؟ دیدی؟ 100% راست میگه آفرین. برای زن در زندگی مهر و محبت مرد لازمه. فهمیدی؟ دوستداری مرد لازمه. رجب علی ایبرانی 6 بار ما زندیستم این نمیگیرم. الو چرا دوره دختر در جای خواتینم کردیم؟ چرا 5 بار زنگ زدیستم چرا نمیبرداریم؟ خیر چی بانه خیالت کم میزنم یاد نکنم زنگ نمیزنم چرا که گجا دبده؟ بانیا دبده 100%. باز ما مامی یعنی ساعت پس میبرم. باز نمیدونم اینجا چیزی تیار کرده سر که خیلی بخریم کم خرسندشم کنیم خوبه یا بخریم. نه چیقدر هم خیلی گرم میزنی؟ اون من دوستش نمیدارم اون من مخفولم نیز نازش نمیبینم. خیلی که زن میویدم من مادر فرزند اومد برام خودی صد میام زندگی میکنم حتی که خیلی بگوی تمام گفتم خود میام تا ساعت 10 شب صحبت مهر محبت عاشقی خیلی خلاصه گپ که گفتم خود برای خوشبختی برای خرسندی و تمام هستیم حرکت میکنم اینجا زمان نفرم خیلی با علاقه میکنم برم در چی کنم برامدم زمین بریزم این مردکیش عروس بازی دختر بازیش نمود. ها مردک با چی گپای؟ کاسه صبرم لبریز شد مردک. نفهمیدم زنه ای چی نغمه بازیه بابا هر کی گپ زدستی؟ در فرقش ما خط کی گپ میزنم ما باید اتا حسابات بودم که کی را زنگ میزنم کی را زنگ نمیزنم قطعی کی صحبت میکنم چند مینوت گپ میزنم باید من همه را اتا حسابات بودم ما یگون کس کمبودی داریم مردک ما یگون چی نفهمیده استم یا یگون کار تا نکردم اوقات در وقتش نکردم لباسا تا نشتم پدر مادر ترنگی پدر مادرم نگاه نکردم چی نغمه ای؟ گوش که زنه بسیار واسه من سفسطه نگو بسیار افسانه نخون من خراب تا تامین کردم لباس تا تامین کردم خانه زیبا زمانوی با تمام صنعت با تمام چیز چورش مهیا تامینت کردم با چیکارت کنم چیز نمیرسه خراب تا که تامین کردم خانه تا تامین کردم چیز چوره تا تامین کردم بشی خانه در شکرانه پروردگار کرد آباد و زیبا زندگی کرد فهمو شکرانه بکرد آدما با یک بردن آنزارن تو فلانی را زنگ میزنی قطعی فلانی گپ میزنی کاسه صبرم لبریز شد کاسه صبر لبریز شد با یک بوریگه پر شد فهمیدی من را چه فهمیدی بچه ممکنه بیا چه کلمه این دقیقه گپ زنم چی گپه بچه مادر جان با شما زندگی دیده ای میفهمین میدونین همین زنکی به عقله بفهمون میگه که با تلفن گپ میزنی با تلفن صحبت میکنی آخی مادر جان من این زنکی به عقله خراکش تامین کردم لباسش تامین کردم گفتی همون گپا که خانه با تمام شرایط مهیا کردم همه چیزی که میخواد تامین کردم چیش نمیرسه نه چیش نمیرسه این نمیره راست میگی بچه تو برای زن خانه کردی لباس کردی تمام شرایط زندگی مهیا کردی چیزی که خواست براش کردی راست میگی 100% دیدی دیدی 100% راست میگه آفرین همه چیزا من تامینت کردم فهمیدی یعنی که مقصد دیگه بیوچم که چیکار که صبر کن طاقت که کوردور نشم چرا یک چیز دیگه فراموش کردی برای زن وقتی خانه میکنی در میکنی تمام شرایط مهیا میکنی وقتی که مهر نمیتی این همه چیزی تو
пеши меҳру муҳаббат ҳеҷ ҷая намедонӣ. Барои зан дар зиндагӣ меҳру муҳаббати мард лозим аст. фаҳмидӣ? дӯстдории мард лозим аст, эҳсосоти мард лозим аст. фаҳмидӣ? ту хона кардӣ, дар кардӣ, сару либоси қимат кардӣ, тамоми шароитам муҳайё кардӣ, лекин меҳр додӣ, муҳаббат додӣ, дӯстдориш кардӣ? накардӣ. бачам, вақти асабӣ мешӣ, чизе ки мешканӣ шикан. як чия фаромӯш накун, фақат қалби инсона нашикан. ӯ қалби ки ту мешканӣ, даруни ӯ қалб ту ҷой гирифтаӣ. фаҳмидӣ?